سلام، خوش اومدین به یه اولین قسمت برنامه پادکست. چرا میگم اولین، دومی، سومی؟ نه اولین، دومی، سومی، اولین همون قسمت. یکو پاک می‌کنیم به یه قسمت جذاب و پربیننده از پادکست. آره، از سری پادکست ها. امروز میخوام در مورد امروز چند شنبه است؟ امروز دوشنبه است. سه زندگی یه جور میگذره که اصلا نمیدونیم چیه واقعا. میخوام در مورد چالش‌های 20 تا 28 سالگی صحبت کنیم. واسه پسرا که بیشتر شاید به درد دخترها بخوره. یکم ما پسرا بیشتر درک کنن، ببینن چه اصلا عمرن بتونن درک کنن، ببینن چقدر درگیری داریم، چقدر چالش داریم تو این سنا و اینکه باید چیکار کرد دیگه. تو مثلا الان بزرگترین چالشی که در حال حاضر تا الان 25 سال 26 سالشه، آره، بزرگترین چالشی که الان واسه خودت داری چیه؟ آینده منظور از آینده چیه؟ 5 سال بعدیم دیگه. تو این 5 سال بعدی زندگیم احساس میکنم باید جوری زندگی کنم که دیگه مثل الان دغدغه نداشته باشم. یعنی امیدوارم 5 سال دیگه که مثلا سنم دیگه میره تو 31 دغدغه‌ای که الان دارم رو نداشته باشم. الان مثلا بیشتر دغدغه‌ای که داری چی هست؟ این که دیگه به قول معروف میگن دیگه خودش یارو خودشو جمع کرده. بیشتر مالیه. آره 100% تو کشور ما مالی حرف اول میزنه. یعنی تو مالی به یه تاپی باید برسی که دیگه مثلا خیالت از یه بابت راحت بشه، چون مالیت اگه اوکی بشه دیگه میتونی بقیه چیزا رو اوکی کنی. من الان خودم البته من الان بود تو سرازی نداری، ولی من بزرگترین دغدغه‌ای که الان دارم سرازی و خب من چون موافقم حداقل این دغدغه رو ندارم، ولی خب این چیز واقعا بزرگترین دغدغه منه که 5 سال دیگه رفتم الانی که هستم این طرز فکرم نباشه. دوست داری خود 5 سال دیگه کجا ببینی؟ فکر کنم مثلا یه ویژنی داری یه سریا 5 سال دیگه 5 سال دیگه مثلا شرایط چی باشه میگی اوکی راضی ام من الان به این شرایط. یه سریا این سوالو مثلا اینجوری برداشت میکنن، جوابش اینه که مثلا دیگه مثلا لازم مالی مثلا دیگه تاپ باشم و نمیدونم ماهی مثلا 50 میلیون حقوق داشته باشم. نه اینا حالا یه سری چیزای بلند پرواز، چی میگن، یه خیال، چی میگم، رویاست. نمیگم دست نیافتنی ها، دست پیدا کنی چه بهتر، ولی خب من ببین کمترین کفشو در نظر میگیرم همیشه تو زندگی. همیشه میگم کفترینشو در نظر میگیرم که اگه بیشترم شد راضی باشم. من از 5 سال دیگم حداقل این امیدو باید دارم یا حالا باید داشته باشم که مثلا توی مجردیم مشکلی نداشته باشم. یعنی بتونم فکر این که متعهل بشم تو ذهنم بیاد، نه اینکه الان من اصلا دور از ذهنم متعهل بودن و تعهد بستن و ازدواج کردن دور از ذهنم. حداقل 5 سال دیگه، نمیگم حالا درسته خب 5 سال دیگه سن ازدواجمونه واقعا، یعنی اوکی واسه ازدواج کردن، ولی حداقل نزدیکتر شده باشه. یعنی اون مالیه به حدی یک رسیده باشم که دیگه تو زندگی مجردیم کمبودی نداشتم، استفاده‌مو کرده باشم. حالا یه چه میدونم مسکنی کلا. الان به غیر از مسئله مالی چیز دیگه هست مثلا ذهن تو درگیر کنه که بگی که چون این نیست من اصلا به رابطه فکر نمی‌کنم، یا نه بیشترش مالیه واقعا؟ ببین میگم بازم تاکید میکنم هست قطعا چیزای دیگه ای، ولی نظرش الان شاید مثلا بد برداشت بشه از این حرفم که مثلا همه چی رو مادیات میبینی. نه، من همه چی رو مادیات نمیبینم، ولی تو کشور ما به نظر من به اون لول از مادیات و به قول معروف به اون لولی برسی که تصمیم گیری واسه کارهایی که میخوای بکنی راحت تر باشه، دست بازتر باشه، به اون مالیه باید اول برسی. یعنی تو وقتی که به اون مالیه لازم مالی به اون لولی میرسی اصلا آرامش پیدا می‌کنی، اعتماد به نفس پیدا می‌کنی. لازم مالی به اون لوله وقتی میرسی دیگه راحت میتونی بقیه چیزا رو تصمیم بگیری. مثلا میخوای ماشین بخری، راحت تصمیم میگیری که چه ماشینی بگیری. میخوای مثلا چه میدونم بری رستوران، راحت تصمیم میگیری که چه رستورانی و چه غذایی بخوری.
یعنی میگم میخوای لباس بخری راحت میتونی بری بوتیکی که میخوای لباس بگیری، یعنی سبکی که میخوای، یعنی باز همه چی برمیگرده به اون مالی. میخوای دست دوست دخترتو بگیری باز راحت میتونی، دغدغه نداری آی مثلا این سفارش نده من جیبم کمه، یا مثلا پولم کم میاد، یا حالا حساب کنم اینو فردایی پس فردایی کم میارم. یعنی اون دغدغه رو نداشته باشی که مثلا همش فکر خیال کنی که شبا که مثلا چی بکنی فلان. زندگی هم واسه اونایی که این دغدغه ندارن خیلی راحت‌تره دیگه. خیلی 100% کسی که ساپورت مالی از طرف خانواده یا حالا خودش حالا ارث رسیده باشه هر چی، آره به یه جایی برسه، تو همین سن ما حتی رسیده حالا لازم ساپورت مالی خانواده، ارث حالا رسیده باشه یا حالا هر چی خودش درس خونده باشه رسیده باشه به اون لول، یه کاری واسه خودت. اکثرا کار دولتی باشه، یا دولتی باشه یا حالا یه شرکت خصوصی کار کنی. حالا دولتی نمیشه گفت، چون دولتی مثلا یه کارمندم باشی باز تا آخر عمرت کارمند نمیتونی لول پیدا کنی. تو مثلا یه کارمند بانک تا آخر عمرش کارمنده، حالا درسته بعد 30 سال یه پول گنده دستش میاد چون بازنشستی تو بانک، یه مثلا 400 500 تومن بهشون میدن دیگه، حالا رئیس بانک باشی یا بالاتر باشی که بیشتر میدن. ولی کلا حالا هر شغلی، مثلا یکی دفتر مهندسی میزنه، یکی چه میدونم کافه میزنه، حالا هر شغلی که حالا یکی شغلش آزاده به اون لول برسی، یعنی دیگه مثلا دغدغه اینو نداشته باشی که اینو من نمیتونم بخرم، دست نمیتونم دوست دخترمو نمیتونم هر روز بگیرم، باید هفته یه بار بگیرم، نمیدونم این فلان چیزه تولدش میشه نمیتونم این چیزو بگیرم. اون انتظار داره ازت، تو نمیتونی اون انتظار برآورده کنی. به نظر من تو کشور ما همه چی برمیگرده به مادیات. هر کی میگه بر نمیگرده یا مثلا چه میدونم این فکر رو این طرز فکر واقعیت کنار نیومده یا هنوز لمس نکرده اون واقعیتو، یعنی همیشه جیبش پر بوده حالا ساپورت شده درک نکرده اون قضیه رو، یا آدم بیخیاله یا حالا راضی از زندگیش. خیلی خب درست درکم کردن اون لولی که الان دارم میگم، ولی قانع دوست ندارن پیشرفت کنن، همین به همون لول قانع. ولی یکی کسی مثل ما حالا قانع نیستیم به این زندگی، قطعاً همه چی برمیگرده. ولی کشورهای دیگه اینجوری نیست. کشورهای دیگه تو هر چقدر حالا لول ما باشی باز مرده امید داره به اینکه اوکی تر بشه، ولی اینجا ما باید از الان حتی 20 سالگی به نظرم الان که دیره، از سن 20 سالگی یه پسر باید به نظرم تو کشور ما تمام فکر ذکرش این باشه که تو این 7-8 سال زندگیش تا من خودم همه فکر ذکر نمی‌کنم، ولی هیچ شرایط بدتر و بدتر شد، یعنی به سمت بهتر شدن نه. حتی اگه همون شرایط بعد 20 سالگیم بود میگفتم اوکی خیلی الان جلو، شرایط 20 سالگی بهتر بود، خیلی بهتر من هیچ مشکلی به نظرم نشه. حالا اتفاقا اعتقاد سنی هم هست چون ما کمتر به فکر درگیر بودیم، کمتر بیشتر میرفتیم خوشگذرانی و با همون پولامون خوشگذرانی میکردیم، واقعا هم میتونستیم بکنیم. ولی الان با اون پولا نمیتونیم خوشگذرانی بکنیم، حتی نمیشه نزدیکش شد. یعنی واقعا برای یه زندگی واقعا من تو کشور ما واسه یه زندگی که یه فرد مجرد بخواد باش کنار بیاد متوسط باید یه بالای 15 تومن در باز میگم میتونی با یه دونه مثلا مدیریت خوب به هندل کنی که وانمونی تو کار خودت مجردیت. ولی خب قطعا باز همه چی برمیگردن صحبت ما دقیقا همین بود، مالی قشنگ، یعنی تاپیه که میتونی قشنگ باش منظور بهترین حالا مثلا جفتمون 25-6 سالمونه، منظور بهترین راهکاری که میتونیم الان انتخاب کنیم چیه؟ واقعا چیکار کنیم؟ ببین خیلی راهکار هست ولی ناکن الان مثلا تو کشور ما مثلا چه میدونم یارو مثلا میره سمت مثلا ویلا سازی یا مثلا ساپورت میشه از یه جایی، یا مثلا چون حالا ارز ما خیلی ضعیفه درآمد دلاری تو کشور ما واقعا خیلی بنفع یه جوانی که در استفاده میکنه. تو مثلا حالا کمه یه درآمد دلاری توی مثلا یه شهروند آمریکا رو در بیاری تو ایران زندگی باز سر سام میگیره. الان یارو مثلا تو شهروند عادی فکر کنم 2-3 هزار تا میگیره توی آمریکا مایی، تو اونجا اصلا 1/3 هم در بیاری تو اینجا برات ارزشمندتر میشه. مثلا با مایی 1000 تا راحت میتونی اینجا، نمیگم حالا راحت، چرا دیگه راحت دیگه واقعا با 50 تومن 55 راحت دیگه 1000 تا میشه 50 میلیون راحت میتونی زندگی تو بچرخونی.
یکی از بعضی راهکارها میشه درآمد دلاری داشته دلاری. باشن. حالا شاخه میشه این درآمد دلاری، کلی شاخه داره، یوتیوب و نمیدونم حالا ارز و نمیدونم ترید و خیلی کارهای دیگه. ولی خب سوال این بود که چه کاری میشه کرد. شغل آزاد، یکی مثلا میره سمت شغل آزاد به 5 سالی به خودش زختی میده یا 2-3 سال که مثلا تو اون کار اوستا بشه و بتونه کارش رو راه بندازه. این هم درآمد بدی نه تو کشور ما، چون خیلی کم شده. من حالا به نظرم واقعا کاری که میشه کرد اینه که کاری انتخاب بکنی که نسبت به تورم یه دونه بکاپ و یه سیو و یه اطمینان خاطری بهت بده که حالا همون درآمد دلاری جز بشه، چون به دلار در میاری نسبت تورم بکاپ تورم سیو میدونی آره درآمد دلاری داشته اون باشه سیو و هر چیزی که سود در میاری اونو پوشش بده. هم مثلا ویلا سازی حالا خیلی مثلا اینجور خوبه دیگه، شغلا پول سرمایه اولیه نیاز داره. آره سرمایه اولیه شغل زیاده توی کشورمون، ولی حداقل 70% شغلا نیاز به سرمایه اولیه داره. حالا یکی کم یکی زیاد. همین ویلا سازی حداقل توی سرمایه 2-3 میلیاردی میخوای واسه زمین، واسه 2-3 میلیارد. میلیارد تو پولش 2-3 میلیارد داشته باش اشتراکی کارتو میکنی. 2-3 میلیارد میخوای واسه ساخت. نه دیگه این میشه شخصی 4 تا سازی. 6 میلیارد این میشه شخصی سازی. من میگم حالا تو با 2-3 میلیارد هم بخوای شروع کنی میتونی یه زمین بری مثلا زمین از طرف باشه، ساخت از تو باشه، یعنی شراکت انجام بدی. 4 باید بزنی 2 باز سگ و پرتاب خوبی. حالا اینکه تو میگی که شخصیه که دیگه دو سر سوده، ولی اینجا با سود مستقیم چیز کنی، تقسیم کنی که باز حالا با 2-3 تا کار حرکت زدن میتونی خودت دیگه شخصی اون کار انجام بدی. ولی باز اون سرمایه اولیه رو میخواد. ولی کافه زدن، بوتیک زدن، رستوران زدن همشون یه سرمایه اولیه میخواد. بحث من الان اینه که شغلی که سرمایه اولیه نخواد زیاد واسه کسی که آقا نداره. ما حرفمون اینه که کسی که ساپورت مالی نداره دیگه. کسی که سرمایه اولیه داره یعنی ساپورت مالی شده، حالا از پدر، از ارث، حالا از هر چی اون ساپورت مالی شده واسه میتونه کارش رو راه بندازه، حالا هر شغلی که دوست داره. ولی کسی که ساپورت مالی نداره، بحث من واسه اون فرده، اون چی کار باید بکنه. اون که ساپورتی نداره، میدونه آقا من از خانواده بهم حالا چیزی زیادی نمیرسه، ارثی ندارم از خانواده، پس من باید چیکار کنم؟ مثلا واسه اون مهاجرت بهترین آپشنی که میتونه داشته باشه. مهاجرت براشون آپشن خوبیه. باز حالا مهاجرت اگه بتونه کانادا، آمریکا، استرالیا، اگه نشه یه کشور اروپایی دیگه، باز اون کسی باز اون سرمایه رو میخواد. یعنی یه سرمایه، حالا مگر اینکه درس خونده باشه، تحصیلی بره. یه تحصیلی ولی چون راه بجز دیگه یه کاری بکنه دیگه، یا بجز تحصیلی یا یه پولی بهش برسه یا تحصیلی بتونه یا بجز تحصیلی راه نمیدونه مهاجرت کنه. ولی خب میتونه مثلا شغلای آزاد انتخاب کنه دیگه بدون سرمایه. مثلا چی؟ مثلا ساختمون، برقکاری، گچکاری، کناف. اینا سرمایه‌ای نمیخوان. چون تو مثلا حالا یه کسی که بخواد مثلا برقکاری بره یاد بگیره با یه دونه اموردست پیشکشی فازمه تو یه درل که کلا سرمایه شاید مثلا 100 میلیون هم نخواد، میتونی تو کارت راه بندازی، شروع کنی کم کم بری جلو. قبلش باید حالا مثلا این شغلا یه تایمی فیک شدن دیگه، محو شدن و بین مردم همه دوست داشتن برن، دیگهشون کمتر رنگتر شده، برن پشت میز نشینی کنن، فلان کنن، با کلاستر باشه. یعنی مثلا حاضر بره توی کافه با حقوق 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون کار کنه، ولی نیاد مثلا 2 سال به خودش سختی بده، اوستاکار بشه که 100 برابر اون در بیاره. توی کافه 7 تومن در میاری، همون کافه منی دیگه، 10 سال دیگه هم همونی. ولی تو اوستاکاری تو 2 سال وقتتو بذاری، یه سال استعداد داشته باشی، زیر 1 سال یاد میگیری، خودت مشتری تو پیدا میکنی، راحت میتونی 10 برابر اون کافه منه در بیاری توی 2 سال. ولی اون کافه منه همون 2 سال داره همون 6-7 تومن در میاره، تهش حالا بشه 10 تومن. خیلی یارو خیلی حالا تو این زمینه بیشتر مثلا میدونی و خودت هم یه تایمی انجام داده بودی، مثلا درآمدش به چه شکله؟ مثلا اینجور کار اوستاکاری. ببین اوستاکاری دو تا چیز مهم میخواد. یک اینکه استعداد داشته باشی، یعنی میشه گفت 3 استعداد داشته باشی تو اون کاری که میخوای. علاقه، استعداد و علاقه با هم میگم که دیگه تعدادش زیاد نشه. علاقه مهمه تو کار، چون باید کار با عشق انجام بدی. کار با عشق انجام بدی. دومین چیزی که خیلی مهمه تعهد کاری داشته باشی، چون واسه مشتری تعهد کاری خیلی مهمه. سومی هم اینه که
کار رو از کسی ابتدا یاد بگیری که بلد کار باشه. یعنی تو به قول معروف میگن که یه جمله‌ای بود میگه یارو تو بری از یکی که بلد نیست اون کار رو یاد بگیری ولی یاد گرفتی از اون. هر کاری که اون کرده رو تو داری کپی میکنی، حالا یه سری چیزا اضافه میکنی. یعنی اگه اون یارو مثلا تعهد نداشته باشه تو دیگه تعهد کاری یاد نمیگیری، مثل اون دنبال میکنی. بعدش هم اگه بخوای بری پیش استادکار دیگه یاد بگیری دیگه نمیتونی اون یادگیری انجام بدی. یه جمله بود که میگه کسی که پره تو یه دونه یه چیز پره دیگه نمیتونه بیشتر از اون رو یاد بگیره. تو یه لیوان که پره رو نمیتونی دوباره توش آب بریزی، سرریز میشه. واسه همین نمیتونه دیگه اون چیزی که میخواد یاد بگیره. واسه همین از ابتدا باید اون کسی رو انتخاب کنی که اشتباهی توش پر شده، نمیتونی دیگه اونو جایگزین کنی. اصلاحش سخته. اصلاحش نمیگم امکان پذیر نیست، حالا خیلی دیگه مثلا پرشکار کنه. واسه همین این ستا به نظرم مهمترین چیزه توی اینکه یارو بخواد بره یه حرفه یاد بگیره، چون حرفه کلا تو کشور ما سود خوبی داره. الان 10 سال پیش نداشت، الان داره. به خاطر اینکه اوستاکار خیلی کم شده. اوستاکار جوون الان تو ساختمونا اگه بری مثلا نگاه کنی، جوون بلد کار کم. بری مثلا توی ساختمون مثلا نگاه کنی، یه هفته وقت تو بذاری بری توی ساختمون، اونقدی هست که بگیم که مثلا اوکی 5 سال کار کنه، 10 سال کار کنه و بارشو بتونه ببنده. واقعا منم به شخص چند نفر میتونم نام ببرم 30 خورده سالشون بارشون بستن. یعنی کارشون حرفه‌ای بوده. کسی که حرفه‌ای باشه تو هر کاری پیشرفت میکنه. این همیشه تو هر کاری اتفاق افتاده. تو اون کار حرفه‌ای عمل کنی هیچ وقت پسرف نمی‌کنی، مگر اینکه دیگه بیفتی تو کار خلاف و حالا اسراف و آره دیگه مثلا باطل کنی زندگی تو. میگم زندگی تو باطل کنی. وگرنه اگه با یه مدیریت مالی خوب و یه برنامه‌ریزی دقیق تو راحت میتونی یه زندگی که یه کسی که مثلا اون چیزی که میخوای مثلا به دست بیاری، راحت 10 سال کار میکنی بقیه عمر تو زندگی میکنی. اگه مثلا الان دارم میگم مثلا درآمد یه دونه الان چیزی که خیلی رایج شده همین تو کافه کار میکنن 5 تومن 8 تومن 10 تومن تو تهران تا 15 تومن هم میگیرن. درسته این پول حالا اینجا رشت و حقوقا خیلی پایینه دیگه 4 تومن دیدم نمیدن. نه نمیدن زیر 8 تومن 6 تومن دیگه خوباشه. تهش دیگه یارو خیلی سابقه داشته باشه 10 تومن. آره 10 تومن. اینو بگیریم مرحله اول، بعدش بگیم کارمندی که مثلا تا 15 تومن 20 تومنه. به نظرت استاکاریه تا کجا میره بالا؟ تا ماهی 30 تومن 40 تومن بیشتر؟ بله. من استاکار تاسیسات دارم ماهی 80 تا 100 تومن نزنه خونه نمیره. تاسیسات ها یعنی آب و شوفاژ اینا پکیج اینا. گچکار دارم ماهی 100 تومن نزنه خونه نمیره. خب مثلا چی میشه که مردم نمیرن سمت این؟ مثلا یک سختی کار. سختی کارش بالا. سختی و نه بالا نیست زیاد. یارو اون سختی اولیه رو نمیخواد به خودش بده. توی سرما نمیخواد بره تو ساختمون. 8 صبح تو سرما نمیخواد بلند شه. تو گرما اوج تابستون نمیخواد عرق کنه زیر ساخت چیز. میخواد زیر کولر باشه. تو سرما میخواد زیر بخاری باشه. واسه همین نمیرن. کسایی که میرن واقعا برد میکنن 5 سال دیگه. یعنی من رفیق دارم که مکانیکی داره یاد میگیره. مکانیکی تو ایران واقعا پرسوده. همه ماشینایی که تعمیر میکنن کسی که مکانیک خوب باشه واقعا ماهی 100 تومن 150 تومن نزنه خونه نمیره. کسی که مکانیک خوبه. نه میگم باز برمیگرده به اون حرفه‌ای بودن. اون حرفه نمیگم الان مثلا بگم الان تبلیغ این باشه که همه برن شغل آزاد انتخاب کنن. نه. شغل آزاد استاکار دارم که مثلا 10 سال هیچ پیشرفتی نکرد. هیچ همین ماه 20 30 تومن راضیه. اگه علاقه‌شو داره تو خودش می‌بینه آره، که بخواد علاقه خیلی مهمه. علاقه واقعا شاید مهمترین چیز علاقه باشه. چون تو علاقه به اون کار داشته باشی با عشق انجام میدی اون کارو و اون تایمی که میذاری اصلا نمیفهمی. تو چه میدونم مثلا میری تاسیسات یاد میگیری مثلا همین که الان میگم اسمش حالا نمیاد. توی رشتم داره کار میکنه. لیسانس اون کار داره. 1-2 سال رفت پیش یکی کار کرد، حتی استادش هم میشناسم. کارش رو انجام داد، بعد 2 سال رفت تو کار، پروژه گرفت، پروژه رو انجام داد، عکس گرفت از نمونه کاراش، واقعا تمیز کار میکنه. بعد 4-5 سال دیگه الان خودش کار نمیکنه، زیر دست
4-5 تا کارگر انداخته زیر دستش، به اون آموزش داده، خودش فقط میاد با مزاتیری میاد اونجا نگاه میکنه، به اینا میگه چیکار کن، اینا رو میاره ساختمون میره. اوستاکاری این شخصیت رو میده. تو بعد اگه بخوای حرفه‌ای کار کنی بهترین ماشین زیر باد میندازی، 4-5 تا کارگر میگیری، آموزش میدی، دیگه خودت هیچ کار نمی‌کنی. یعنی کلا مفید بگم این فرد 8 سال هم کار نکرد ولی الان ماهی 150 200 تومن داره. دیگه این یارو چی میخواد از زندگیش؟ بیشتر هم تازه میتونه در بیاره. بخواد مثلا اگه بلند پروازانه کار کنه یه دونه مثلا شرکت تور میزنه 30 تا پرسنل میگیره زیر دستش، آموزش میده. بیمه‌شون میکنه، آموزش میگه، پروژه‌های سنگین میگه. حالا خوبیاشو گفتیم، نظر بدیش چیه این مدل کار کردن؟ اوستاکاری بدی نمیشه گفت تو این کار، بدیش میشه همون سختی که داره، اون چند سال اولیه، اون صبری که خیلی ها نمیذارن روش. بدی خاصی نمیشه گفت، شغلیه که چون اگه تو ضربه هم بخوری، چون سرمایه نذاشتی راحت میتونی هندلش کنی. چون با مثلا یارو 50 میلیون سرمایه گذاشته رفته کار کرده، درم آورده تو این 4-5 سال 50 میلیون شد، ولی دیگه مثلا به بنبست خورد، میگم نمیتونه دیگه کار کنه، افتاده از ساخت اون ضربه خورده، چه میدونم از کار افتاده، یه اتفاقی براش افتاده دیگه نمیتونه کار کنه، یا حالا خودش دیگه خسته شده، ضرری نمیکنه میکشه از کار بیرون. یعنی نمیشه اونجوری تو این شغل گفت مثلا بدی خاصی داره، میشه گفت مهمترینش همون تضمینی هم نداره دیگه. تضمینی نداره، تضمین کار دولتی نداره، تضمینی نداره، ولی شغل آزاده. ولی از اون طرف اون آینده‌ای که واسه خودت داری متصور میشی اون خیلی بزرگه، بازه، راحت میتونی به اون دست پیدا کنی. میگم فقط صبر میخواد که به اون، یعنی این شغل آزاد اون پتانسیل رو داره که تو به اون چیزی که میخوای به دست پیدا کنی. میگم مثلا کافه، کسی کار میکنه اون پتانسیل کافه هیچ وقت بهت نمیده تو اون چیزی که میخوای برسی، ولی شغل آزاد جز اون شغلیه که به نظر من اون پتانسیل داره اگه خودت بخوای، اگه علاقه داشته باشی، اگه تو کارت حرفه‌ای بشی. واسه همین یکی از شغلاییه که به نظر من جوابه تو این کشورمون، حتی کشورهای دیگه. مثلا با همین کار میتونی مهاجرت هم بکنی، حرفه‌ای بشی، راحت میتونی بزنی برون و رو هوا هم تو رو میزنه، چون کارت حرفه‌ای، 4 تا نمونه کار نشون میدی، پر دیگه رزومت میره دیگه نمونه کارایی که انجام میدی. مثلا همین میشه گفت شغل اوکیه، فقط اون سختیه مهمه دیگه، خیلی مهمه اتفاقا سختی که خیلی ها نمیرن. داشتم بهت میگفتم که فکر کنم نگفتیم ادامه ندادم، الان توی ساختمون میری، من خودم به شخصه که مثلا حالا چند ساله دارم کار میکنم، چند سال که حالا چون چند سال هست از بچگی، ولی خب چون پاره وقت بود نمیشه گفت مثلا یک سره مثلا 2 سال شاید مثلا تهش کار کرد. واسه همین میری تو ساختمون الان مثلا کسی که مثلا همسن سال من باشه تو ساختمون نمیبینی، خیلی کمن، مثلا تهش مثلا از 100 نفر مثلا 20 نفر میگم همه دیگه اون حرفه یا 40 سالشونه یا 50 ان یا مثلا 30 ان، میگم سناشون بالا، سنا بالا، مثلا میانگین سنشون بالاست. یعنی شاید به جرئت میتونم بگم 5 سال دیگه اوستاکار پیدا نمیشه تو رشت یا توی ایران کلا. یعنی واسه همین الان خیلی ناز میکنن اوستاکار، الان قدرت دست اوستاکار افتاد. قدرت دست اوستاکار، یعنی 10 سال پیش اوستاکارا منت میکردن که مثلا کار بدیم به من، ولی الان یارو خیلی راحت یا این تومن میدی بده، نمیدی نده، من مهم نیست، ولی قیمتو پایین نمیاره. واسه همین به نظرم 5 سال دیگه 10 سال دیگه خیلی این لول کم میشه، مگر اینکه یه اتفاقی بیفته، یعنی جوونا جوین پیدا کنن تو این کار، چون اون سختی الان جوونا میگم الان متاسفانه همه چیز ظاهری شده، یارو نمیخواد خاک بخوره، نمیخواد لباس کهنه بپوشه بره ساختمون، میگم میخواد شیک کنه، اتکلون بزنه، خودم هم همینجوری ان جوونا. ما چون چشمی شده، یارو مثلا تو ساختمون نمیتونی مخاطب جنس مخالف پیدا کنی، ولی خیلی ها به خاطر جنس مخالف میرن کافه کار میکنن، میرن بوتیک کار میکنن، تیپ میزنن، میرن دوستان شیک دیده بشن همش، یعنی قانع میشن به اون حقوق 6 تومانی که چی نمیتونن بکنن تو ماه باش، ولی اون میگذرونن که اون اتفاق بیفته، 4 تا دختر ببینن، 4 تا مثلا مخاطب رفیق پیدا کنن. همه این هر کی هم میگه دروغ داره نمیگه، حالا نمیگم اسمشو بذاریم دروغ، ولی قطعاً ذهنیتش رو این هست، ولی خودش قبول نمیکنه. اگه کسی هم اینجوری به این نیست هم چیزی
خیلی کم پیدا میشه با عشق یارو بره کافه من بشه. با عشق هم بری کافه من بشی باید یه سرمایه بالاخره تهش پیدا کنی که خودت کافه خودت بزنی. وگرنه در جای واقعا در جای نمیتونی به چی برسی. واسه همین یارو نمیخواد خاک بخوره بره مثلا ساختمون کار کنه 4 تا مثلا هیچ کم که نمیبینی فقط ساختمونی تهش مثلا خورده کار بخوره بخوای بریم مثلا خونه‌های مردم مثلا کسی بره. واسه همین کسی قبول نمیکنه واسه این موضوع به نظر من که نمیخوان خاک بخورن یا مثلا چه میدونم لباس کهنه بپوشن خاکی بپوشن اینجوری میگم. ولی خب در صورتی که این ذهنیت اشتباهه همین که الان بهت گفتم این یارو ولی 3 سال ذهنیت دارم میگم مثلا اینو از دبیرستان یعنی تو سرمون کردن دیگه با اینقدر بزرگ کردن و بولد کردن کنکور و این یه رویای پشت میز نشینی و موفقیت پشت میز در حالی که مثلا چند درصده توی اداره 500 نفری یه نفر رئیسه دیگه. و اصلا اینو به ما هیچکی نگفت که آقا 499 نفر قرار نیست رئیس بشن حقوق بالا بگیرن، 499 نفر قرار حقوق بخور نمی بگن یه نفر قرار رئیس بشه. مثلا خب منم دارم دور بر خودم کارمند دیگه تونسته تو 3-4 سال رئیس بشه موفق شه، ولی خب یه نفره. آره دیگه درصدشون پایینه. الان تو مثال 400 نفری زدی 400 نفر یه نفر رئیس میشه، ولی تو این شغل آزاد 400 نفر شاید به مثلا بیشتر از نصف میتونن به اون چیزی که میخوام برسن. واسه همین خب همین یارو که مثال زدم 3 سال خاک خورد ولی الان شیک میاد تو سر ساختمون دیگه لباس کنه نمیپوشه، یعنی تو اون کسی دیگه اونو نمیبینه، همه اون اولیه رو میبینه. چون فکر میکنن دست نیافتنیه اون شخصی که الان جلومه، ولی اون شخص 3 سال خاک اسم کارگر هم روش میذارن. اسم کارگر میذارن، سیسو میارن پایین. یارو مثلا خیلی بده. مثلا در صورتی که یه اوستاکار من یعنی اگه واقعا اطلاعاتی که الان داشتم تو این سن 26 سالگی و موقع 18 سالگی داشتم اصلا نمیرفتم، فقط میرفتم سربازی، بعدش میرفتم تو بازار کار، میرفتم فن یاد میگرفتم. اصلا دنبال یاد گرفتن اشتباه نیست، تو حتی اون حرفه رو یاد بگیرم ادامه ندی یه چیزی یاد من خودم الان شاید بچه‌ها فکر کنم مثلا من درس درستابی نخوندم یا من لیسانس دانشگاه سراسری دارم، رشته مکانیک سخت‌ترین رشته‌ای که دیگه هر کسی میتونه بخونه، دانشگاه سراسری خوبی هم گرفتم، مدرکت خوبه. ولی مثلا اومدم برم کار کنم، رفتم یه سری شرکت‌ها مثلا کار کنم، کارآموزی و اینا بدم، تکنولوژی و کاری که دارم میکنم مال 35 سال پیشه. مثلا یه کشوری مثل نیجریه است، حتی مثلا یه کشور انگلیسی هم مثلا نصف جوانات ادامه تحصیل نمیدن. اصلا آدم انگیزش از بین میره دیگه. وقتی که لیسانس مکانیک داری وقتی نمیتونی کار هست ولی وسط افت اون کار انجام آفرین اون کاره منو ارضا نمیکنه، دوستم یه کاری بکنم که جدید باشه، چون اطلاع داری از جاهای دیگه، از کشورهای دیگه اطلاع داریم. یا من با این لیسانسی که دارم با این مدرکی که دارم تکنولوژی دارم میرم کار میکنم که واسه 30 سال پیشه، در صورتی که 30 سال پیش نیجریه، در صورتی که میتونستم مثلا توی کشور مثلا جهان دومی جهان سومی با این تکنولوژی خفن‌تر کار کنم. واقعا انگیزت میفته، یا من خب چرا کار کنم، یا اگه کار کنی بی انگیزه کار میکنی. خیلی اصلا کار به نظر من میچیه، کار یه چیزیه که باید توش عشق باشه. تو اون کار رو بدون عشق انجام بدی داری عمرتو ضایع می‌کنی، یعنی قشنگ داری عمرتو ضایع می‌کنی. حالا هر سال این همه آدم از 30 سال یارو یه کاری که دوست نداره انجام بده، 30 سال تو عمرتو هدر دادی، در صورتی که میتونی یه کاری رو پیدا کنی که با عشق انجام بدی تا آخر عمرت. اصلا دلت نخواد بازنشسته بشی، حتی اگه به اجبار هم بازنشسته بشی با ناراحتی بازنشسته میشی، ولی الان فقط مرد کار میکنه سری بازنشسته، یعنی در چه فایده داره؟ تو داری عمرتو هدر میدی. مثلا این عشق تو کار خیلی مهمه مثلا، یعنی اگه یه کاری رو میخوای ادامه دنبال پیدا کنی یا دنبال کنی مثلا توش عشق باشه، خیلی به نفعه، حتی اگه درآمدش کم. میگم من خودم واقعا حالا این کاری که شروع کردم، کاری که تو شروع کردی کاریه که عشق توش پیدا میشه. مگه الان میشه کاری که تو شروع کردی خیلی ها دوست دارن، این کاری نیست که مثلا زننده باشه، چون یه سیس خاصی داره تو خودش، یه چی میگم به قول معروف یه کدومو دارم میگم ساختمون نمیگم
میگم یه سیستم اونو کاری واقعا داره، دوست دارم. یه سیستم کاری، یه سیستم داره، یه سیستم کاری باحال جذاب داره. تو من پشیمونم چرا دیگران- نرفتم مثلا عمران نخوندم، آره، معماری آفرین. نخوندم. دیگران مثلا به چش با کلاسی تو رو نگاه میکنن تو این شغل، ولی خب این چیه، سرمایه میخواد دیگه که حالا خدا رو شکر تو اون سرمایه رو داری و اطرافیانی هم که اطرافیان هم داری که داره کمکت کنن. این خیلی مهمه واقعا تو این شغل که اطرافیانی داشته باشی که کمک کنن، راحت یه پله قشنگ میشه برات. من دوست دارم این اتفاق برات بیفته چون به نظرم پتانسیلش رو داری. یکی اول رد کنی دیگه دوم سومی تکمیلات تجربه‌ات هم بیشتر میشه، خیلی راحت میتونی کار کنی. ولی خب دیگه الان متاسفانه اینجوریه داستان دیگه، کسی اون پتانسیل رو نداره واسه. آره عزیزم. خب دیگه به نظرم کافیه دیگه، هر چیز هر جوری بود پیچوندیم، چالش کاری و مالی این داستانی بود که ما قبل اینکه ویدیو رو بگیریم هیچ یعنی به قول معروف برسون دیگه هیچ گزینه‌ای واسه حرف زدن نداشتیم، ولی قشنگ شد. حرف میگم همیشه یه چیزی رو استارت بزن پشت سرش میاد، هر چقدر ضعیف هر چقدر ضعیف باشی ولی اون پشت سر اون میاد. مثلا همین اوکی بود واقعا، باحال بود، بس قشنگ حرفای خوبی داره، حرفای خوب درستی هم داره. آره. این همینه واقعا، آره همین واقعیت رو گفتی، واقعا چیزی که خودمون هم درگیرشیم شدید یعنی چیزی که دروغی توش نبود، واقعیتی که همه لمسش دارن میکنن. اوکی، مرسی که اینکه ویدیو درد آوردیم. آره مرسی از اینکه ما رو میبینین، حالا هر چقدرم کم ولی مرسی که میبینین. ان شاءالله به امید اینکه واقعا همه اوکی بشه، کشورمون چون مهم شرایط اوکی بشه، نسل جدیدی که داره میاد مثل ما نباشه، مثل ما حداقل این زندگی کاشکی. ولی 26 سالگیمون الانی که هستیم، آره 20 سالمون بود. آره این اتفاق حتی تو 20 سالگی میافتاد. این کسایی که الان 20 سالشونه به نظر من راه فرار بیشتری دارن. آفرین، میدونستن آیندهشون چیه. خر به قول معروف دادیم تو گله. من خودم مثلا یکی از دلایلی که مثلا تو ایران موندم این که حس می‌کردم میشه مثلا پیشرفت کرد تو زمینه شغلی، زمینه تحصیلی خودم. کاشکی مثلا حداقل الان خب شرایط وخیم و اسفناکه تو اون گله دیگه، تو اون گله میدونیم که آقا شاید از این بهتر نمیشه، بدتر میشه، روز به روز بهتر نمیشه. اگه میخوایم بریم همین الان پاشیم جمع کنیم بریم. رفتن برای ما الان خیلی سخت شده. آره دیگه رفتن ولی تصمیم گیری واسه ما سخت شده. تصمیم گیری سخت شده. اینکه الان توی سنی هستیم که چند تا راه جلومونه، این تصمیمه رو دقیقاً سر همین گفتم دیگه، دغدغه‌های 20 تا 28 سال من از اون دقیقاً همین راههای مختلفی مثلا الان تو نمیدونیم الان مثلا تو این سنی هممون چند تا راه جلوست، ولی نمیدونیم کدوم رو انتخاب کنیم. میترسیم که اینو انتخاب کنیم بنبست نباشه تاش، اینی که انتخاب کنیم چی بنبست، بین اینو انتخاب کنیم بس نمیدونیم کدوم رو انتخاب کنیم. این بیشتر رو روان ما بازی اذیت میکنه واسه همین. یا اوکی من این راه انتخاب میکنم، ولی مثلا به بنبست بخورم چی، همش تایزه موز بخورم چی، نه بس این راه انتخاب. این اگه فلانی فلان رو انتخاب کرده، اون هیچ واسه همین سخته. همه چی هم اگه بذاریم بر اساس شانس عمرمون رفت. اصلا هیچ حداقل یک سال عمرت رفته دیگه. یه جوری هم داره الان تون میگذره همیشه باورش نمیشه. مثلا بعد کرونا دقت کردی بعد کرونا چقدر داره سریع میگذره همه چی؟ نفهمیدیم که عید اومد، یک ماه دیگه الان دیگه عیده. مثلا امسال من هیچی نفهمیدم، همه چی داره سریع میگذره. من الان مثلا چند ماه 4 ماه دارم ویدیو یوتیوب میذارم. ویدیو قبلی یوتیوبمو 4 ماه پیش گذاشتم. اولین ویدیو یوتیوبم 4 ماه پیش گذاشتم. خیلی سریع بود. خدا فکر می‌کنم مثلا 4 ماه تو یوتیوب فعالیت بکنم مثلا. خیلیه دیگه. 4 ماه رو خودم الان گفتی فکر نمی‌کنم، 2 ماه تاش. نه 4 ماه الان شد بچه‌ها. همه چیز زود در اولین ویدیو گذاشتم 4 ماه پیش. حداقل زود میگذره، حداقل این زودی حداقل یه جوری بگذره که راضی باشیم از این زود گذره. ولی خب فرقش این بود که اون موقع 10 تا ویو میگه، الان 50 تا، ان شاءالله 4 ماه دیگه بشه 500 تا. ببینیم چی میشه دیگه. ما هم تلاشمون رو می‌کنیم، حالا همینجوری با حضور گرم همینجوری، یعنی داریم اون تلاش رو می‌کنیم. الان این ویدیو هم جزو اون راه است. یکی آره واقعا یکی از راه است که یکی از راهایی این امکان رو بهت میده درآمد دلاری داشته باشی. اگه بتونی موفق
با هزینه کم. آره چون حالا روش سرمایه‌ای هم اونچنان نذاشتیم، نذاشتیم. یه راه میان بره، یعنی مثلا میگیم یه راه دومه، به جای کنارش که داریم کارهای دیگه هم میکنیم. به جای اون وقت آزادمون رو مثلا به آره. بتالت بگذاریم، بشین فیلم و سریال، دوره هم گپ میزنیم خیلی. یه استفاده از اون تایمه داریم میکنیم دیگه. آره دیگه این راه دومه، ولی راه اولی هم هست همیشه دیگه. یعنی یه چیزهای دیگه هم روش کار میکنیم، ولی این کنارش مثلا بیشتر انرژی بیشتری هم روش میذاریم قاعدتا. مجبوریم دیگه. دلمون رو به این خوش نمی‌کنیم، ولی دلخوشی نیست واقعا. شاید 4 ماه دیگه دلخوشی بشه، ولی الان دلخوشی نیست. الان فقط این دوره همی و اون فضا و اون محیط خوشگل بودن و ایناست با دوستانمون فعلا داریم انجام میدیم. 50 نفرم فکر کنم همه خودی، یعنی کسایی که داریم میبینن همه خودیم. غریبه داره کسی نمیبینه. اون 50 نفر همه دور و بریای خودمون. همین که خودمون رو میشناسن بهتر. مرسی اینکه ویدیو رو دیدین، خیلی بحث خوب و جذاب و جالب بود. داش محمد اون بحث خوشگلی کردیم. مرسی که امیدوارم که زندگیتون به کامتون باشه و شما هم چالش‌ها رو بگذرونید دیگه. بگذرونید راحت شه. امیدوارم چالش‌های بهتری رو بگذرونید. آره چالش‌های قشنگ‌تری. دغدغه‌هاتون قشنگ‌تر باشه. دغدغه‌هاتون اینقدر پول نباشه. پولو داشته باشین. متاسفانه رستوران برین و در صورتی که کل جهان ما چیز مالیشون بر دومه، ما هم دغدغه‌مون دغدغه اول مالی نباشه. راست میگه. چه حرف بالی. ان شاءالله دغدغه مالی دغدغه دوم باشه همیشه، یا حتی سوم چهارم. دغدغه مالیه جزو چیزمون نباشه. مرسی از اینکه ما رو دیدین. تا سلامی دیگر بدرود. خدا